سلام دوستان، فولاد سیستما خوش اومدید به اولین ویدیو داستانی ما از کانال افکرافت. دوستان الان من یه دنیای درست کردم و دنیای ماینکرافتی اومدم توش رو قراره ببینید چه اتفاقاتی قراره برامون بیافته. و یه چیزم بگم که من این اسکین خودم رو بعد درست کرده بودم، اما الان نمیدونم چرا نیست اسکینم، یه اسکین دیگه نشون میده و برای اون ویدیو بعدی حتما درستش میکنم. خب دوستان، اولین چیزی که قرار انجام بدیم چیه؟ جمع کردن چوب. میایم و چوبا رو جمع میکنیم و دوستان فکر کنم من نمیدونم اولین کسی باشم که دارم ویدیوی ماینکرافت ویدیوی داستانی درست میکنم با چی میگه دوستان. چرا این آیتماشو نمیده؟ شده باگ خورده؟ نمیدونم. بچه ها دیگه نمیده. هیچی، یعنی واقعا هیچی. دوباره بیام اینجا. الان من بهتون توضیح میکنم که قراره چیکار کنیم. قراره که دیگه ماینکرافت الان میریم که توش همه کار رو بکنیم و ببینیم چه داستانی در انتظارمونه، چون ویدیو اصلی ما ماینکرافت داستانی و من دارم با توی ماینکرافت بیترا براتون چی درست میکنم، ماینکرافت داستانی که واقعا خیلی سخت تر از اون ماینکرافت های جاواه، چون یه سری چیزا مثلا قفله. یعنی اینطور بگم یه سری کارا میشه اینجا کرد که توی جاوا نمیشه، یک کارا هم تو جاوا میشه کرد که اینجا نمیشه. و دیگه قراره ببینیم چی میشه. خوشحال میشم که منو دنبال کنید و کلا بازدیدا رو بهتر کنید و لایک کنید و ساب کنید و بذارین میاد بالا. کلا نمیدونم شده. و دوستان یا خدا شب شد. و دوستان الان فکر کنم درست شد. نه نمیده کلا آیتم به ما نمیده. ببینید الان باگ داریم ماینکرافت. چرا باید نده؟ من چیز دارم باسید، من نمیدونم. بچه هم نکنه ویروسی شده. ببینید کلا هیچی نمیده به هیچی. یا خدا مردم. وای بسید یه سری به تنظیمات بزنم ببینم. سیتینگ چرا باید اینطوری بشه؟ خب که نیست، کلا نیست.
ماینکرافت هم باگ خورده. ببینید همینجا ببینید همه چیز هسته ولی نمیدونم لاغر بریم غذا پیدا کنیم. نگاه کنیم هیچ کاری نمیشه کرد، هیچ کاری. وای چی؟ چه؟ یا خدا اسمشو ببینیم. وای نمیخوام بازش کنم. کیپه وای باید فرار کنم. نمیشه زیر زمینم رفت. وای خدای من اصلا نمیدونم چی بگم. وای نمیاد. چی؟ کمک میخوام. کمک میخوام. وای دوستان من از همین الان شروع شد. یعنی از بعد ورود ما به ماینکرافت شروع شد. نمیتونیم چیزی بکنیم، نمیتونیم کاری کنیم. وای نگاه کنید. ببین میتونم غذا داشته باشم اما نه میتونم فرنس داشته باشم. چیزی بریم برای مختصر. دوستان من الان قرار تلپورت کنم و تو این سری هرچی میبینیم تلپورت میکنیم، چون واقعا مسیر رو رفتن خیلی سخته و کلی زمان میبره. 289 اتفاق 50 78 389 بریم خب اومدیم اینجا وسط دریام است. این چیه؟ واقعا میگم این چیه؟ نفس ندارم. توی این ویدیو برای دومین بار مردم. یعنی واقعا نمیدونم چی بگم. واقعا اینجا هم همون جامونه. من دوباره تلپورت میکنم. کجا رفتم؟ درست شده؟ درست نشده. هیچ درست نشده. درست نشده. من چی بگم؟ این ماینکرافته. نه خدا این ماینکرافته. راستشو بگم این ماینکرافته. چه تایم ست میکنم. تلپورت
889 50 78 79 زمین خالی، آسمون پره، وسایلم اینجا بودن. این دوتا چرا؟ اوه خدا رو شکر. بچه ها این باگو ببینید. من اومدم تو، چون اون دوتا بلاکو نتونستم بکنم آب نمیاد پایین. یعنی شما میبینید. خب الان اینجا ما میایم اینجا کتابو بر میداریم، چون چست برای ما گذاشته شده بود که توش یه کتاب باید باشه. نوشته اسمشو ببینید دوستان، جادوگر. یعنی چی؟ یعنی شروع داستان ما. یعنی چی؟ یعنی با جادو سر کار داریم. یعنی آخه یه دقیقه بذارید من اولش یه چیز بگم. یه فرنس اینجا گذاشتن که جاش خیلی بده. بعد چند تا اومدن از این این ناتشا درست کردن، اصلا یه دیزاینی ندادن. کی منو صدا زده الان نمیدونم چیه. چس گذاشتم فقط توش یه کتابی که داره توضیح میده کی به کیه. آقا یکی بیا برای من توضیح بده دیگه. این ماینکرافت داستانی شد آخه. طرف میاد یه ماینکرافت داستانی میکنه. این چیه؟ اوه خدای من. سلام، من یک ویلیجرم. اوکی، ویلیجر جادوگر هستم. دشمنان من رو به این روز انداختن. ماشاءالله. من منتظر بودم یک پلیر بودم که تو اومدی. دوستان همین نوشتنش یه جوریه. همین از کجا خبر داشت که آقا من آدم گره همین زمان بیام تو این ماینکرافت که برای من نامه بذاره از که اصلا شاید من یه جای دیگه اسپام میشدم. چرا چست اونجا گذاشت؟ وای بچه اگر به من کمک میکنی. چی؟ نمیتونم بخونم. کمک میکنی؟ براک کیه؟ براک چیه؟ همه چی میدم. موافقی؟ فکر میکنم نوشته بود برات همه چی میدم. دوستان من از این نظر میخوام باش موافقه کنم و کمکش کنم. چرا؟ چون نمیتونم چیزی بکنم. نگاه کنید، نمیتونم چیزی بکنم، نمیتونم چیزی به دست بیارم. فقط اینجا باید یکی این وسایل رو به هم بده. واقعا چون خیلی سخت. نه من هیچی ندارم. هیچی فقط میتونم بکشم. فقط همین. ادامه داشت کتابش. چی؟ اولون چیه؟ اولون ماموریت. نوشتن خیلی رفته رو مخوام. این چیه؟ اولین باید می نوشت. نوشته اولون ماموریت همین هست که واردن رو بکشی. من الان چطور باید واردن رو بکشم؟ واردن رو بکشی و دایموند رو بیاری و یه مختصات داده و اون مختصات
باید برم رو مختصات و ببینیم چی میشه دیگه. الان دوستان قبول بکنم یا نه؟ من یا خدا بچه این ماینکرافت چه اینطوری شده؟ یا خدا بچه من یه نظرسنجی میذارم روز یکشنبه یا دوشنبه توی کانال روبیکا که موافقت کنم یا نه. هر کی بگه موافقت کنم ادامه داستان رو میریم. هر کی گفت موافقت نکنم این سری کاملا به اتمام میرسه و میریم برای یه سری جدید و از دست این دنیا راحت میشیم. اگه میخواین ادامه این ویدیو رو ببینید حتما تو نظرسنجی شرکت کنید و من رو به دوستاتون معرفی کنید و لایک و ساب به هم یادتون نره و شما رو تا یه ویدیو دیگه با خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار.